غزه در محاصره است. اطراف غزه 22 کشور اسلامی وجود داره. بگید کدوم کشور اسلامی از اینها حمایت کرده؟ هیچ کسی. خود نفس اسرائیل وسط کشورهای اسلامی قرار گرفته و 8 میلیون جمعیت دارد و 22 کشور اسلامی دارن نظاره‌گر هستن، کاری نمیتونن بکنن. نتونستن سفیر اسرائیل رو بیرون بکنن، نتونستن کاری انجام بدن. فرزنده برای مدرسه رفته، برای بازی رفته، از بازی برگشته میگه در خانه من پدرم کو، مادرم کو، خانه‌ای وجود ندارد، پناهی ندارد، به کجا پناه ببرد؟ خانواده و قوم و فامیل همه رفتند و کسی باقی نمانده. کشورهای اسلامی کجایند؟ 22 کشور اسلامی کجایند؟ چه جوابی درباره الله عزوجل میدهند؟ کجایند حکام اسلامی؟ کجایند؟ غزه در محاصره است. اطراف غزه 22 کشور اسلامی وجود داره. بگید کدوم کشور اسلامی از اینها حمایت کرده؟ هیچ کسی. خود نفس اسرائیل وسط کشورهای اسلامی قرار گرفته و 8 میلیون جمعیت دارد و 22 کشور اسلامی دارن نظاره‌گر هستن، کاری نمیتونن بکنن. نتونستن سفیر اسرائیل رو بیرون بکنن، نتونستن کاری انجام بدن. فرزنده برای مدرسه رفته، برای بازی رفته، از بازی برگشته میگه در خانه من پدرم کو، مادرم کو، خانه‌ای وجود ندارد، پناهی ندارد، به کجا پناه ببرد؟ خانواده و قوم و فامیل همه رفتند و کسی باقی نمانده. کشورهای اسلامی کجایند؟ 22 کشور اسلامی کجایند؟ چه جوابی درباره الله عزوجل میدهند؟ کجایند حکام اسلامی؟ کجایند